رئیس دومای دولتی ویچسلاو والودین گفت که در دوام 8 ماه امسال برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از خاک روسیه اخراج کرده شد. به گفته او در فهرست افرادی تحت نظارت وزارت کارهای داخلی تا 1 سپتامبر امسال اسم 770,000 مهاجر قرار داشت که قانون مهاجرت را ویران کردند و 3/1 آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این افراد باید از کشور اخراج شوند، نوشته است والودین در صفحه‌اش در شبکه مکس. والودین افزوده است آنهایی که مقام خود را قانونی نکردند باید پیش از آن که روسیه را ترک نمایند به مقامات خبر دهند که در کدام روز با کدام راه و به کدام کشور سفر میکنند. او گفته است اگر چنین نشد مهاجر را زوراً بعد ستانیدن جریمه و با مهر اخراج به مهلت 5 سال بعدی از خاک کشور بیرون میکنند. رئیس پارلمان روسیه همچنین گفته است که چاره‌های جاری شده برای به تنظیم درآوردن ساحه مهاجرت در این کشور مساعدت می‌کند. روسیه در دوام 2 سال اخیر 10 قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول کرد و در امر اجرای این مقررات با هر راه بسیار وقت از راه زور و فشار و تحقیر 10,000 خارجی ها را از خاک این کشور اخراج نمود. در میان آنها هزاران شهروندان تاجیکستان هم می باشند که در روسیه کار و درآمد خود را تأمین می کردند.